دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. برادران عزیز، بینندگان ارجمند، این بیتی هست که ما را در این شب و روزی که بلای عظیم کرونا ویروس جامعه جهان را تهدید میکند اهمیتش را از نو برای ما زنده کرده و امروز بسیار از مردم جامعه جهانی را در تنهایی حتی در گرفتگان این حالت گذاشته است که مهاجران کاری ما از جمله اونها هستند. اونها از نوشته‌هایی که برای ما ارسال می‌دارند، اون مکتوبایی که برای ما می‌نویسند، اونها را در حالت گرفتگان قرار داده است و امروز همکاری ما عبدالله این موضوع محض همین موضوع را دنبال کرده است که حالا می‌بینیم که به کجا رسید. بله درست گفتید. در این شب و روزی که بسیاری از مهاجران جای کار خود را از دست دادند، درآمدشان را از دست دادند و حتی برخی برای خریدن خوراکواری پول ندارند، بنابراین یک گروهی از تشبسکاران حامیان حقوق در شهر مسکو با تقسیم غذا و مواد خوراکواری و همدیاران خود و نه تنها با همدیاران بلکه با عموما مهاجرانی که از کشورهای دیگری آسیای میانه هستند پرداختند و حتی ساکنان مقیم شهر مسکو نفقه خوران نیز می توانند از کمکی که آنها داده ایستادند برخوردار شوند و تقسیم این کمک ها ادامه دارد. من از بینندگان عزیز دعوت میکنم که اگر شما نیاز به این کمک ها دارید شما می توانید بیایید و از این کمک ها گیرید، سلامتی خود را حفظ کنید. بله شما بینندگان عزیز وقتی بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم ما را همراهی کنید، اونجا مشخصا سروغه گفته می شود در اون گزارش و شما میتونید به اونجا مراجعه کنید و در برابر این گزارش با چند موضوع مهمی دیگر نیز هست که میخوایم به سهم شما برسونیم و همه شما عزیزان را چون همیشه در پخش مستقیم منتظریم و سپاس میگوییم که شما دائم خبرهای تازه رو از رادیو آزادی و از ما همکاران عزیزمون میشنوید. تشکر شهلا جان، تشکر عبدالله جان. بینندگان عزیز واقعا امروز همه نیاز دارد که از یک گوشه یک دست یاری با آنها دراز شود و حالا توجه کنید به برنامه ما که روزانه پخش می‌شود.